رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمرو خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای روزه‌دار هنگام افطار کردن دعایی است که رد نمی شود. برای استجاب دعا وقتها و لحظه های است که اگر انسان در آن فرصت ها با اخلاص دعا نماید دعایش مستجاب می شود. از جمله روز عرفه، روز جمعه، 3 شب، وقت باریدن باران، وقت افطار و بین اذان و قامت از لحظه های به شمار می روند که در آنها دعای مخلصانه پذیرفته می شود. از این رو روزه‌دار اگر هنگام افطار نمودن با اخلاص و محبت دعا نماید دعایش مستجاب می شود. پس برادران ایمانیم این وقتهای اجابت دعا را غنیمت بداریم و در این وقتها دعاهای خود را مخلصانه بکنیم تا که آنها به درگاه الله سبحانه و تعالی قبول گردند. أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان.